روز اول از 100 روز آموزش شعبده ساده و جذاب با بردیا مجیک. توی این شعبده بازی که احتمالاً همتون دیدین، شعبده باز یه برگ پاسو رو به راحتی غیب میکنه و از تو دستش یا از پشت گوش تماشاچی در میاره. قبل اینکه بریم سراغ آموزش حتما ویدیو رو لایک کن و پیجمو فالو کن که 99 تا آموزش دیگر رو از دست ندی. برای انجام این شعبده ساده و جذاب شما به یه برگ پاسور احتیاج دارید. باید تو دستاتون به این صورت نگرش دارید و با بند دوم انگشت کوچیک و انگشت اشاره دو طرفش رو بگیرید. انگشتای وسط هم باید داخل خم بکنید. تنها کاری که باید بکنید انگشتاتون رو بچسبونید به هم و دستتون رو باز بکنید. حالا هر چقدر بیشتر تمرین بکنید میتونید این کار رو تمیزتر انجام بدید و از جلوتر بگیرید که اون گوشه‌های کوچولویی که میزنه لای انگشتاتون بیرون اصلا دیده نشه. برای برگردوندن کارت هم صرفا کافیه همون کارو برعکس انجام بدید و دستتون رو باز بکنید و کارت رو بگیرید. حتما موقع انجامش دستتون رو تکون بدید که این کارهایی که میکنید اصلا دیده نشه و کارت جذاب باشه.